وارد میشویم به برنامه زباله احکام با حدود ترخص و ترقص. بله. بسم الشیطان الرجیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، با فرار رسیدن ماه مبارک رمضان یک برنامه زباله احکام دیگر را تقدیم شما میکنیم. بله، زباله احکام هم برای ما نانی دارد هم برای شما حالی. خب بریم سر اصل برنامه. در مورد احکام روزه مسائل بسیار زیادی است. ما پیشاپیش روزهای گذشته یه سری مسائلی که لازم بود قبل از ماه رمضان افراد بدونن مطرح کردیم. بعضی از سوالای شما هم حالا هوای روزه و ماه رمضان رو داشت. البته بسیاری از پیامک‌های شما هم قابل طرح در این برنامه نبود و ما فکر کردیم این همه ابراز محبت برای مقام عظما و پدر و صبیه ایشونه و همه رو یه راست فرستادیم به بیت ولایت. اما در مورد این زباله‌دانی و این برنامه خودمان از این به بعد تقریبا شاید جو غالب بر برنامه ما احکام و مسائل روزه و مربوط به ماه رمضان باشد. خب بریم سر پاسخ به نامه های شما. بله، نوشتن که بله اگر در ماه مبارک رمضان به مشهد یا قم برویم برای زیارت روزه من صحیح است؟ اگر بعد از ظهر بروید روزه آن روزتون صحیح است. البته نیت برای سفر به قم هم مهمه. مثلا ای که هفته قبل ای عاشق فریدون واسه نمدمالی مقام عظما و تور کردن علما به قم رفتن، خب این دیگه باطله و دفع شر ولایت با این کارا بعضی از علما معتقدند که دفع افسد به فاسده. و یا مثلا این تتمه سفر استانی این انتر ولایت که اینم به قم رفت، خب اینم به نیت سیخ زدن به عظما بود که اینم برش اشکال وارد هست. و البته دلایل دیگه هم در این کار مستتره که جاش اینجا نیست که من خدمتتون عرض کنم و خب یه ربطی هم به عظمایی که فزرتش غمسور شده داره. گرچه احکام سفر و احکام روزه مسافر خیلی مفصله و 6252 تا مسئله داره که یکیش حد ترخصه که واسه که فکر نکنید بنده مولای دوزاری مسئله گو هستم به فیلی که تو همین مسیر قم تهران هوا کردم تو این گزارشی که الان این اتاق فرمان براتون پخش میکنه خوب نگاه کنید. بله، حد ترخص از مسائل مهم فقهی سفر هست که دانستن اون برای مردم به ویژه مسافران ضرورت داره. نخستین بار در کشور تابلوی تعیین حد ترخص در مشهد مقدس نصب و رونمایی شده و قرار هست این تابلو در محورهای قم و دیگر شهرهای کشور هم نصب بشه. حد ترخص یکی از احکام فقهی ماست که این روزها با توسعه شهرها تشخیص دقیق اون برای مسافرها مشکل شده. این مسئله بود که جمعی از فضلای حوزه علمی قم را در مؤسسه موضوع شناسی احکام بر اون داشت تا برای اون چاراندیشی کنند. حد ترخص هم جاییست که از آن شنیده نشه، دیوارای شهر دیده نشود که شخص مسافر ناپدید بشود، که خب در اونجا دیگه از 7 دولت شما آزادی و هر مدل فحش دادن به مقام عظما یا همین کشیدن فرش از زیر پای ایشون عملیه. که عرض کردم این امتحان شده، مکرر امتحان شد، چیزی در حدود 1350 متره که همینجا میشه، همین حدود میشه، اینجا تابلو میخوره. من خودم مسافر داشتم، ما تو جاده قدیم اصفهان سمت امامزاده عبدالله هی رفتیم، هی میگن نه اینجا شاید نباشه، چند کیلومتر دیگه بالاتر من ببر. خب این شد حد ترخص. یکی هم حد ترقصه که اونم واسش تابلو خواهیم زد که بیشتر به گربه رقصوندن برای مقام عظما برمیگرده، که الان دیگه حتی شیخ فری هم که خودش و جوونیاش تو حوزه از اسم خودشم در میرفت این مسیر رو اتوبان کرده و با یک کاسه زهر هی میره و هی میاد. مسیرش هم بین رفسنجان و کارخونه زهرسازیه.
حدود 22.5 کیلومتر رفته، 22.5 کیلومتر هم برگشته. و مکنون تابلوهای حد ترخص طراحی شده و به زودی در مرحله نخست در مسیرهای قم و مشهد نصب میشه. ترخص تقریبا 2 مسئله باش درگیر هست. یکی مرخص کردن مقام عظما و زدن زیرا به ایشونه و یکی هم ترقصه، یعنی روی جنازه و جسم ناقص ایشون بندری زدن. ما نمادی رو در نظر گرفتیم که هر دوی این مسئله رو برسونیم. بله، خب گزارش خیلی خوبی بود و با این تابلو دیگه حد شرعی ترخص و ترقص مقام عظما هم معلوم میشه تا ببینن که بالاخره باید به چه سازی برقصن. البته هرچند که ایشون خودشون شب و روز دارن ساز خودشون رو میزنن و یه دود و دمی دارن که نگو و نپرس. بله، خب تا دود دیه و زباله بعدی بازم بله.